با درود به هم‌میهنان عزیزم در سرتاسر دنیا، چه اونایی که از طریق این ویدیو که بعدم میاد در یوتیوب میبینن یا اونایی که در ژاپن هستن از طریق لایو این برنامه رو از طریق رادیو گوش میکنن. امیدوارم که فصل گرما شروع شده و به سلامتی خودتون بیشتر فکر کنید. زیاد وقتتون رو نمیگیرم. مهمان بسیار مهمی دارم که اون ور خط با من هست. من یه مقدار خیلی کوچولو که توی پوسترشون نوشتم همون رو معرفی میکنم، بعد مایک رو میدم خدمتشون که با شما درد دل کنن. مهمان این هفته ما جناب آقای نامدار حسینی هستند و آقای نامدار حسینی از باورمندان فرقه یارسان در ایران هستند. این گروه با نام اهل حق هم شناخته می شود و همچون دیگر گروه های مذهبی غیر مسلمان و یا شیعه در دوران اسلامی تحت فشار هستند. یعنی در این جمهوری اسلامی هیچ کس دیگه نیستش که از دست این ها آسیب ندیده باشه، از بچه کوچک تا مرد 50 ساله، زن 60 ساله، 90 ساله، مسیحی، یهودی، نمیدونم شیعه، سنی، یعنی هر جوری شما بخواید این جورش کنید که چه کسانی از دست اینا قلق در رفتن، هیچ کس نیست. همه آسیب دیده، یک جامعه آسیب دیده داریم که معلوم نیست کی بایستی این سامان پیدا کنه. آقای حسینی، بله. درود میفرستم به شما. خوشحالم که در این برنامه با ما هستید. من مایک رو میدم به شما، بگید که نامدار حسینی کی هست، چی هست، حالا اگه دوست دارید بگید که کجا هست و این فرقه‌ای که شما درش هستین رو تعریف کنید و اینکه چرا جمهوری اسلامی با شماها بد هست و همه این چیزایی که فکر میکنید میتونید در این برنامه بگید بدون سانسور. برنامه پخش میشه بعد در یوتیوب و در رادیو اینجا. با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم شما. من نامدار حسینی، قومیت کرد، مذهب یارستان، و امروز میخواستم در مورد مردم یارستان یا همون اهل حق، مردمی که واقعا محروم و ستم دیده، صدای خفه شده در گلومون امروز از طریق رادیو شما به گوش مردم و سازمان‌های حقوق بشر برسونم. من نامدار حسینی سید یا رهبر اون گروه هستم که متاسفانه حالا شاید نتونم به اون صورتی که شاید و باید فارسی حرف بزنم. اینم به دلیل چون همون اوایل انقلاب ما از ایران زدیم بیرون. مردم یارستان در واقع یه مذهب کردی، کتابای مقدسمون کردی و به زبان هورامی نوشته شده. با توجه به شرایط امروز ایران و از لابلای برنامه‌های رژیم آخوندی، این رژیم در واقع قصد داره این آیین کردی به هر طریقی که میتونه از بین ببره. مردم یارستان هیچ ضدیتی با اسلام یا سنی مذهبش یا شیعه یا با دینای دیگه ندارن و میخوان در واقع در کشور خودشون با همه که چندین سال قبل از جمهوری اسلامی در کنار شیعه، سنی، یهودی، مسیحی زندگی کردن. اما متاسفانه بعد از به سر کار اومدن رژیم جمهوری اسلامی، یعنی به هر شیوه که تونسته حق شهروندی ازش گرفته و در هیچ اداره و حتی تو دانشگاه، تو مدرسه، تو هیچ چیزی نمیتونن، در واقع از همه چیز محروم بودن. الو، امروزه جان فکر کردم صداتون قطع شد، ببخشید. خواهش میکنم.
ما در واقع در همون اوایل انقلاب از ایران متاسفانه به خاطر یه سری که حزب دموکرات و درگیری با رژیم، چون ما مردمایی بودیم که لب مرز بودیم که رژیم اومد در واقع بمباران و اعدام‌های دست جمعی از طریق خال که من بچه بودم، نزدیکای 2 ماه عمر داشتم، که متاسفانه مجبور شدیم ایران رو ترک کنیم و آواره شدیم. بحث من امروز میخوام در واقع در مورد یارستان، دین یارستان که بگم که چه سختیایی میکشم، که من چند سالی فقط ایران بودم. میشه اول بگید اصلا خب چه جور دینی هست؟ ببخشید چون من اصلا هیچ دینی رو ببخشید قبول ندارم، در موردش هم اصلا تحقیق نمی کنم. این برام تازگی داره، میشه توضیح بدید که چه جور دینی هست؟ دین یارستان دینی در واقع کتابمون به زبان کردی، کتاب مقدسمون که شامل کتاب نوروز یا پردیور یا چلتن، اینا کتابای مقدس ما و زیارتگاهمون که رهبر تمام دینمون که به عنوان خدا قبولش داریم سلطان ساواکه، بعد یارانش که زیارتگاهی در واقع تو هورمانه، و زیارتگاهی که داریم تو کرمانشاه منطقه ریجا که به اسم شاه ابراهیم، بابا یادگار، داوود، اینا زیارتگاهی ما و جمعیت حدود 4 میلیون یارستانی داریم حالا فقط تو ایران، که شامل کرد و ترک و اینا هم میشن، که مردم یارستان اکثرا تو کرمانشاه هستن. دین ما دینیه در واقع هیچ اجباری توش نیست، هیچ تفاوتی بین زن و مرد رو قائل نمیشه و 3 روز روزه میگیریم. زمانی که میریم زیارت به صورت دست جمعی همراه با تنبور و اون اشعاری که داریم اجرا میکنیم. دین یارستان دینیه که همونجوری که اشاره کردم دین کردی و هیچ چجوری بگم هیچ اجباری توش نیست. حتی مثلا ماهایی که یارستانیم در واقع بجز عبادت هایی که داریم چیز سختی مثل دینای دیگه سخت بگیر نیستن. امروز متاسفانه که چند سالی که من ایران بودم و حالا تماسایی که دارم، رژیم با تمام توانش در واقع میخواد نسل جوان یارستانی رو امروز از آشنایی با دین یارستان محروم کنه و به جاش تو مدرسه ها که یه فرد یارستانی یا یه بچه یارستانی رو مجبور میکنه که به قرآن و حالا به هر دلیلی که مجبور نیست تن بده، که متاسفانه باعث اخراجش میشه تو مدرسه و جمعخانه هایی که میخوایم ما به جای مسجد جمعخانه داریم که در اونجا مثلا جمع میشیم، حالا به صورت دست جمعی یا همون کتاب های مقدس رو میخونیم یا به صورت دست جمعی کلام میکنیم همراه با تنبور. یه سوال من اینجا از شما بکنم، چون من تو بخش حقوق بشر بیشتر فعالیت دارم. شما گفتید بچه هایی رو که در مدرسه هستن و برای اینکه دین این اسلام قرآن در اون کلاس های قرآن رو نمیخونن، یعنی بچه ها حالا نمیدونم در چه سنی رو شما گفتید نمیخونن، از تحصیل محروم میشن.
من میخوام ببینم یعنی این بچه‌ای که الان یارستانی هست در مدرسه میره به انتخاب خودش که این دین رو قبول نکرده، چون پدر خانواده بودن ایشون هم شدن. من فکر کنم تحصیل بهتر نیست حالا اون درس هم یاد بگیره در قبال اون، حالا اونو میخونه دیگه، بگیم ما خوندیم چه چیزی رو اضافه کردیم. این فکر نمی کنید اینجوری بهتر باشه؟ ببخشید من وسط کلامتون. خب فقط بس خوندن قرآن صرف خوندن قرآن نیست. در واقع یه فرد یارستانی که اگر دانشگاه هم بره که نمیذارن بره، ولی بعد از تحصیلش هیچ حقوقی نداره. در واقع ما جز شهروند دست سوم هم حساب نمیشیم. ما رو که تازگی ها که در واقع به عنوان نجس و شاید مثلا خب همه که آشناییم امروز رژیم بجز کسایی که در واقع تو همون سیستم خودشه قبول داره، ولی نه سنی و نه مسیحی و نه یهودی و هیچ که قبول نداره. ولی متاسفانه فشاره که روی در واقع مردم یارستان امروز شاید بگم در برابره. اونم به این دلیل چون یه دین کردی و دوست داره اینو هر جوری شده متلاشی کنه. من یه نمونه واسط میارم. یه خانم حالا خودشو شیعه معرفی میکنه، این معلمه، دورترین روستا میره درس میده. بعد از 13 سال که میفهمن، در واقع 13 سال میفهمن این یا یه فرد یارستانیه، از همون کارش اخراجش میکنن و نمونه‌های خیلی زیادی اینجوری داریم. مردم یارستان امروزه بجز در واقع گوشه‌گیری کار دیگه ای ندارن، چون هیچ آینده هیچ امیدی ندارن. و امروزه تو آخونده امروزه که میان تو کرمانشاه تمام هدفشون اینه که مردم یارستان رو از قوم‌های یا از مذهب‌های دیگه جدا کنن و عنوان در واقع میگن شما نجسی. آیا کسی که در واقع چنین چیزایی که میشنوه امیدی داره واسه زندگی دیگه؟ بذار من یه سوال دیگه از شما بکنم. هنوز برای من واضح روشن نیست که دین یارستان چه فرقی با دین‌های دیگه داره. ببینید یهودیت یه دینی هست، مسیحیت یه دینی هست، اسلام که دیگه هممون داریم دیگه میبینیم دیگه ماشاءالله هرچی کشتار و نمیدونم ترور و هرچی آدم کشی و قتل و جنایت و انفجاری و انتحاری همه از دین اسلام داره میاد دیگه. اونم حالا شیعه یا سنی اصلا هیچ فرقی نمیکنه. شما هر جای این دنیا جای دنیا رو بخواید نگاه کنین ببینید که از همین دین اسلام ترور شد، اونجا منفجر شد، اینجا آدم به خودش بمب این. ولی شما این دین یارستانی شما مثلا هدفش چیه؟ مثلا چه چیزی رو به اون کسایی که بهش عقیده دارن میده؟ این برام خیلی مهمه. دین یارستان در واقع بجز دوستی و من فردی که یارستانی تمام اعتقادمون بر اینه که هر انسان در واقع 1001 دون خودشو میشناسه. اعتقادی به بهشت و جهنم و اینا نداریم، ولی دین یارستان که من یارستانی امروزه از صبح که بیدار میشم سعی میکنم افکارم، رفتارم همه درست باشه، پاک باشه، نیتم اصلا هیچ ببخشید فارسی هم زیاد خوب نیست خیلی نمیتونم متاسفانه بیان کنم. ولی دین یارستان دینیه گفتم هیچ اجباری توش نیست و هیچ ضدیتی یا مثلا بگیم مثل قرآن نمیگه باید حتما مثلا دینای دیگه دین من ویژگیش یعنی کامل دینیه. نه، هر انسان در واقع رفتارش، کردارش، گفتارشه. این دین در واقع تو کلام بخوام بگم دین یارستان یه دین دوستی، آشتی به قول کردا
دین صلح. صلح، بله. دوستی و صلح. بله. و تنها چون دین صلح و دوستی هست واسه همین میشه دشمن جمهوری اسلامی که با شما مخالفت میکنن. من نمیدونم شما در اون شهر خودتون حتما همتون با زبان کردی صحبت میکنید. اگر بخواید که این برنامه رو دوستان کرد زبانتون حالا در ایران در جاهای دیگه که دارن زندگی میکنن بشنون، اگر دوست داشته باشید میتونید به زبان کردی هم بگید اگه بلد باشید. نمیدونم چون خیلی وقت میگید اومدید بیرون. نه خیلی لطف دارین شما. دوست دارم به هم زبونام یا هم کیشام به زبان مادریم در واقع بهشون بگم. بفرمایید. امیدوارم اگر صدام شنفین مردم یارستان، تمام مردم کرد و الخص مردم یارستان که امروزه اگر لداخلین و اگر لخارج امروزه باید دست بیم دست یک و که جمهوری اسلامی در واقع توی این دین یاریه، این دین دوستیه توی کلن، چون دین بنام مایه کردی و تمام کتابه و زوان کردی حورامی نوسیاست توی لبین بود. در واقع ایمه هیچ زدیتی که وگر نه دین اسلام دیریم نه وگر اقلیته لیترم. اما امروزه متاسفانه اگر لخوه حال نرسیم در واقع تمام برنامه جمهوری اسلامی یسا که توی دین یاریه، دین یارستان لبین بود و هیچ کوتاهی ناکید. امیدوارم که اگر حاین ایران صدای من جنفین لمقابل هیچ فشاریل رژیم هیچ کوتاه نای و تا توانین لطریق فیسبوک و یا هر که امروزه گشتمان دسترسی و انترنت دیری من هر فشاری یا هر ظلمی هر ستمی و هر کسی که امروزه دیتر روزی که در واقع روز سکوت نیه باید گشتمان لخوال بلسیمن دست بیمه دست یک و کمک یک بیمن که ایرانی در واقع لکنار شیعه و اقلیت مذهبیتر که این دست آخونگر واقعا باید کوتاه بگیرید. امروزه باید فرق نیره که بشیم آره اوا کرد یا شیعه یا یهودیه یا یارسانیه، باید کلن دست بیمه دست یک و همبستگی داشتی من که را سرنگونی رژیمه. خب در خدمت شما. خیلی ممنون، متشکرم. شما یک کلمه و من البته خیلی متوجه شدم که چی دارید میگید چون برای من توضیح داده بودید من متوجه شدم. یک جایی فرمودید که اقلیت‌های مذهبی، درسته؟ یادم میاد که یک روز در یک نشستی با شاهزاده رضا پهلوی بودیم، اتفاقا در مورد همین قومیت‌ها اقلیت‌های مذهبی صحبت شده بود. شاهزاده فرمودن چون تعداد خیلی‌ها بیشتر هست نمیشه به اونا بگیم اکثریت، به اونایی که تعداد کمتر هستن به اونا بگیم اقلیت. اونها هم بخشی از ایران هستن و کسی نه اقلیت هست و نه اکثریت هست، همه ما ایرانی هستیم و برای ایران زحمت میکشیم. این رو گفتم که به شما بگم که اگر خودتون رو در اقلیت میدونید، شما هم منم گفتم گیلک هستم، از اونور لور هستم، پس منم نمیتونم بگم جزو اقلیت ها هستم، شما هم همینطور. امیدوارم که صدای شما رو دوستانتون شنیده باشند و بتونن صدای خودشون رو به سازمان های حقوق بشری برسونن و واقعا اگر این همه بهشون ظلم میشه باید صدای اینها بود. حالا غیر از این صحبت، من یک صحبت دیگه دارم. ببینید جمهوری اسلامی به همه داره ظلم میکنه از همون روزهای اول، حتی در کردستان اون اعدام هایی رو که فله‌ای کردیم همه رو ردیف کرد، کشت و نه فقط در اونجا، در پشت بامات واقعا کشت و کشتار کرد. یعنی ما میگیم که داعش داره میکشه در صورتی که ما پدر داعش رو در سال 1357 در ایران به اکثریت مردم ایران بهشون رأی آری دادن و این آخرین انتخابات را هم که باز هم
اون موقع نسل ندانسته بهش، نسل پدران ما گفتن که ندانسته و نشناخته به این جمهوری اسلامی رأی آری داد. ولی این بار که آخرین بارش بود، همه نسل ها دانسته به روحانی رأی دادن و برای جمهوری اسلامی در دنیای در جامعه جهانی براش اعتبار خریدن و این بزرگترین شکست یک ملت بود. ببینید همون یک روز باعث شد که از اون روز به بعد این ترورها رو که دارید میبینید، اینا همه بازی های خودشون هست، تیم هایی هست که خودشون تربیت کردن برای این روزها. واقعا جمهوری اسلامی داره در حال فروپاشی هست، ولی این ترس ها، این نمیدونم از پلاسکو شروع شد، از رفسنجانی، کشتن رفسنجانی شروع شد. یعنی این انقلاب گفت بچه های خودش رو میخوره دیگه، الان بزرگترهای خودش رو هم داره میخوره و من نمیدونم عاقبت مردم ما چی میشه. یک چیزی رو که من خیلی الان ناراحت هستم و گاهی وقتا میشنوم، این که کردهای ایران ممکنه یعنی یکی از اون دلیلی که جمهوری اسلامی به خودش اعتبار میده، میگه اگه ما نباشیم ایران تجزیه میشه، اگه ما در سوریه نجنگیم نمیدونم داعش میاد اینجا. و این تجزیه شدن رو بیشتر در قسمت کردهای ایران میبینن. آیا واقعا به نظر شما کردهای ما به فکر جدایی از ایران هستن؟ در واقع هیچ کردی اگه ازش بپرسی نمیگه من دوست دارم از ایران جدا بشم، ولی متاسفانه به خاطر ظلمایی، مثلا یه نمونه واسهتون بیارم، من که چند سال ایران بودم که فشارهایی در واقع هم روحی هم جسمی که دیدم، یه پتروشیمی داره، تمام پرسنلش از همون رئیسش تا پرسنلش همش اصفهانیه. خب یه کرمانشاه که میدونین یه استان بزرگیه و هیچ درآمدی نداره. امروز متاسفانه تمام جوانان محتاط کردن و هیچ آینده امیدی ندارن واسه زندگی. پس کردها اگر باید این حقو، من که نمیگم حقشونه که جدا بشن، ولی به خاطر فشارها، به خاطر سیاست غلط جمهوری اسلامی امروزه به این نتیجه رسیدن. کردها که دنبال در واقع از خوشحالی دنبال جدایی طلبی یا خودمختاری نیستن. این فشاری در واقع این سیاست غلط جمهوری اسلامیه که تفرقه انداخته، چون هدف جمهوری اسلامی امروز اینه که تفرقه بین عرب و کرد و بلوچ و نمیدونم. فقط این بحث کردها نیست که کردها متاسفانه حالا شاید بگم فشار بیشتر از لحاظ فقر که میبینیم متاسفانه امروزه که مجبورن، اونی که در واقع دانشگاه رو تموم کرده، لیسانس داره، مجبوره بره از ترکیه یا از عراق وسایل بیاره که کولبر بهش میگن، واسه چندرغاز، اونم در واقع جونشو کف دستش میذاره که میبینیم هر روز 2 تا 3 تا اینا در واقع شهید میشن تو ایران خاطر یه لقمه نون حلال. پس اگه کردی که بیاد چنین تصمیمی هم بگیره، خب بعید نیست، چون گفتم کردها دنبال جنگ و ستیزی هستن. در واقع اینجوری بهت بگم، چون من خودم آوارگی کشیدم، یعنی هیچ مرگی نبوده ما تجربه نکنیم، تیرباران، اعدام، با هر شیوهی که شما فکرشو بکنید ما تجربه کردیم. من که بذار خودم یه نمونه از خانواده خودم بگم. واسه اون اوایلی که جمهوری اسلامی اومد سر کار که بمباران و کشتار رو تو در واقع منطقه کردستان و کرمانشاه راه انداخت، من خانوادم اونجا، مادر بزرگم یعنی مادر پدرم، این به خاطر چون پیر بود ترکش میخوره و اون جنازه شو 2 روز میذارن. حتی جوری بود مثلا من چون بابام 2 تا زن گرفته، زن اولی فوت کرده، یه خواهر داشتم، این چون خواهرم چون تو خونه داییش بود، در واقع 32 سال این بیچاره چشم برا بود که هم ما رو
هم باباش و هم خواهر و برادرش رو ببینه. ولی متاسفانه این آرزو برد زیر خاک. همچنین که واقعا داداشای خودم، آبجیام، بابام، این آرزو که این غم بزرگ رو تو دلش نصیبمون شد. خب خواهرم فوت شد، بابام حالا تو 80-90 سالگی این درد واقعا داره میکشه، هر روز زجر میکشه که عزیزترین کسش رو 32 سال نتونه ببینه و هیچ خبری هم ازش نداشته باشه. آیا ظلمی بیشتر از این هست؟ من که خواهرم رو دیدم تو خانواده 15 نفره، فقط تنها من خواهرم رو دیدم و میدونم تنها آرزو اون خواهر من دیدن باباش و داداشش و خواهرش بود که متاسفانه نتونست، در واقع عمر اجازه نداد، مرگ اجازه نداد همدیگه رو ببینیم. حالا کردی که اگر بیاد دنبال خود مختاری باشه، نباید در واقع کردا رو مقصر دونست. چون دیگه وقتی برنامه ما داره تمام میشه آقای نامدار، ولی من یک چیزی رو به شما میگم. 3 دقیقه داریم، 1 دقیقهشو من حرف میزنم، 2 دقیقهشو شما. ببینید به جمهوری اسلامی از سالی که اومد پای نحسش رو به ایران گذاشت، از همون موقع به تمام نقاط ایران ظلم شده. شما نمیتونید بگید چون به کردها ظلم بیشتر شده مثلا به جاهای دیگه ظلم نشده. من میگم این درد مشترک رو ما داریم. ایران یک پارچه با قدرت، اگر ما هممون بتونیم دستامون رو توی دست همدیگه بذاریم و در کنار همدیگه باشیم، کرد، لور، گیلک، فارس، نمیدونم همه این کسانی که در ایران دارن زندگی میکنن واقعا همه درد میکشن، همه چیز رو از دست دادن. چه 6 میلیونی که الان تو غربت هستیم، همه دردمون مشترک است. نمیتونیم بگیم من چون دارم بیشتر میکشم باید جدا بشن. من فکر میکنم که باید چون ما هممون درد میکشیم این قده سرطانی رو با کمک همدیگه از بین ببریم. اون وقت یک سیستم جدید میاد که همه رو در رفاه بذاره. ما کشور ثروتمندی هستیم، فقط سیستم بدی داره الان در ایران. من فکر میکنم این فکر رو اکثر شماهایی که در خارج از کشور رو دیدید، شما که الان در خارج از ایران هستید، خب بهتر باید روشن‌تر باشید و بهتر بتونید راهنمایی کنید اون دوستانتون، هموطنای ما که کرد هستن در اون قسمت از ایران که واقعا داره بهشون ظلم میشه. هیچ کس نگفت ظلم نمیشه، ولی اینکه ما بخوایم بگیم که اینها از ایران جدا بشن، من فکر میکنم من دوستای کرد زیاد دارم، پاره های تن من هستن، چطور من میتونم بگم پاره تن من از ما جدا بشه؟ این واقعا ظلم میشه به منی که دوستان کرد دارم. من چطور میتونم این رو ببینم؟ در هر صورت باید فکر اساسی کرد برای این جدا شدن. هیچ راه درستی نیست. من 1 دقیقه و نیم به استفاده کردم، 1 دقیقه و نیم شما استفاده کن. من خوشحالم که دوباره یه روز دیگه با شما تماس داشته باشم، ولی الان بفرمایید. در واقع من خودم به شخصه ایران رو مثل یه فرشی میدونم که تمام رنگا تو خودش جا داره. ایران من دنبال این نیستم، حتی ازم میپرسن نمیگم کردم، من میگم ایرانیم و سر این ایران بودنمو واقعا خیلی حساسم. دنبال این نیستم که از ایران جدا بشید. عقیده من اینه که در واقع سیستم یا نظامی که هدفشون این بوده، گفتم تفرقه بندازن. حالا هیچ کردی که اگر بدونه یک کسی میاد که همه قومیت ها و همه ملت ایران رو یک پارچه در واقع کنار هم جمع کنه، اگر سیاست درستی داشته باشه، که هیچ کردی دنبال جدایی طلب نیست و من مخالف اینم که ایران پارچه پارچه بشه. چون گفتم ایران من به معنی فرشی میبینم که همه رنگ‌ها تو خودش جا داده. در آخر صحبتتون همین رو به زبان کردیتون بگید و من از همینجا خداحافظی میکنم و شما با اون لهجه کردیتون، گویش کردیتون، این همین فرش رو و ایران رو که ترسیم کردید بگید و خداحافظیتون هم بکنید. من از همینجا متشکرم که در برنامه من بودید.
خواهش میکنم. من دوستان عزیز، امروزه در واقع که دونیم سیاست رژیم توی تمام ایران پارچه پارچه بکن و اصلیت ایران رو لبین بود. ایران به عنوان یک فرشک باید بینیم که تمام رنگ لخوی جید است، چو ترک، عرب، کرد، بلوچ، تمام قومت و خوی این کردیم و ایمه جوانیت باید این رو کاری بکنیم که این فرش نازنینه که با اسم وطن ایران پارچه پارچه نو. ممنون، امیدوارم همیشه سلامت بین. خداحافظ. خیلی ممنون و خدا نگهدار تا برنامه دیگه. خیلی ممنون، خدا نگهدارت. ممنون، خداحافظ.